خب میهمان عزیز و بزرگوار ما جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هدایت هستن. آقا سلام علیکم. سلام علیکم خدمت شما همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. سلامت باشید. آقای هدایت، مردم ما خب تو این روزها ثابت کردن که قویان، مقاومن، استوارن و در مقابل سختی ها و مشکلات می ایستن. شاید بخوایم اگر مصداقی هم پیدا بکنیم، آیه‌ای که امروز می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم مردم عزیز ما هستن که حالا بعد ارتباطش با قیام امام حسین علیه السلام هم بیشتر صحبت می‌کنیم. سوره مبارکه آل عمران آیه 139 و 140 که حالا اون بخش اصلی آیه که خداوند می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. اول در خصوص حالا آیه توضیح کوچیکی بفرمایید و شأن نزولش هم بگید که ما ببینیم اصلا برای چی این آیه نازل شده. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال در سوره آل عمران آیه 139 می‌فرماید ولا تهنوا. ماده تهنوا از هم ماده وهن و سستیه، یعنی سست نشید. ولا تحزنوا، قصم نخورید. قصه مال از دست دادن هاست. ما انشاءالله بیان میکنیم که در هر از دست دادنی در مکتب اسلام کلی فرصت برای شما پیش میاد. شما وقتی مؤمن باشید دائما در فرصت‌های الهی دارید نفس میکشید، پس جای حزن نیست چون چیزی رو از دست ندادید. و انتم الاعلون، یعنی وقتی به من بی نهایت اتصال دارید شما بالا هستید. ان کنتم مؤمنین، فقط یه شرط داره، اینکه به من متصل باشید، با من مرتبط باشید. شأن نزول آیه بعد از جنگ احده. طبیعتاً بعد از جنگ احد و شکست اولیه‌ای که مسلمان‌ها خوردند یه مقداری سستی توی لشکر مسلمان‌ها پدید اومد. البته بگم اینجا فضای جنگ روانی دشمن و منافقین داخلی، عبدالله ابن ابی ها و کعب ها و اینها، فضا رو یه جوری کرد که مسلمان‌ها بگن که ما همه چون رو از دست دادیم، ما اومدیم که پیروز بشیم مثل جنگ بدر، الان چه وضعشه، ما به هیچ نرسیدیم. اینجا این آیات نازل شد. خدمتتون عرضم من میخوام دسته‌بندی بکنم. اولا یه آیه رو دیگه هم کنار، چون میدونید یکی از روش‌های مهم تفسیر قرآن ارتباط و تنظیر آیات. بله. الله نزل احسن الحدیث. بعد خدا میفهمد که کتابا متشابها مثانیه. خداوند متعال آیاتش جفت جفت، دو به دو تشابه داره. آیه متشابه این آیه 139 سوره آل عمران آیه 35 سوره محمد هست. فلا تهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون والله معکم. این آیه بعدش هم باز دوباره همین رو دقیقاً ببینید دارید قشنگ داره این آیه رو داره تفسیر داره میکنه. اونجا میگه ولا تهنوا، اینجا میگه فلا تهنوا، سست نشید. وقتی شما سست بشید و تدعوا الی السلم، یعنی دشمن رو دعوت میکنید به تسلیم شدن، به مذاکره، به اینکه آقا ما اصلا اشتباه کردیم، ما مقاومت رو اشتباه کردیم، ما دوست داریم که دیگه پرچم سفید رو بیاریم بالا و دیگه با شما رفیق بشیم. خدا میگه سست نشید که مجبور بشید با دشمن سازش بکنید. همیشه پای آرمانتون، پای ایمانتون، پای باورهاتون وایسید. اگر بخواید با دشمن سازش بکنید ولن ترضی عنک الیهود ولن النصارى حتی تتبع ملتهم. یهود از شما هیچ وقت راضی نمیشه مگر اینکه شما هم مانند اونها بشید. دست از باورها و اعتقادات و ارزشهاتون بکشید. تا شما دست نکشید اونا از شما دست بر نمیدارن. بله. بعضیا تصور میکنن که مثلا ما اگر با دشمن رفیق باشیم اونا ما رو رها میکنن. باری کلا شما با رفیق شدیم، ما هم دیگه با شما دیگه کار نداریم. هیچ وقت اینجوری نیست. خدا این موضوع رو نمیفرماید. خدا میفرماید اونها دوست دارن که شما مانند اونها فکر بکنید، مانند اونها اعتقاد داشته باشید. این که ولکم دینکم ولی دین، این رو قبول ندارند.
اونا نمیگن دین شما برای خودتون، دین ما هم برای خودمون. اونا میگن حتما شما باید دین ما رو داشته باشید. نباید داشته باشیم، یعنی ما دین خودمون رو نباید داشته باشیم، اعتقاداتمون رو نباید داشته باشیم. خب حالا من یه نکته رو بیان بکنم و اونم که کلاً از منظر قرآن عوامل سستی چیست؟ ما سری عوامل درونی داریم که خداوند متعال توی قرآن میفرماید که وقتی انسان‌ها سنشون میره بالا و اشتعل الرأس شیبا و حن العظم منی، موام سفید شده، استخوان‌هام سست شده. این میشه یه امر طبیعی، یه سستی طبیعی که خداوند متعال برای ما قرار داده. آره ما هممون یه دوره جوانی داریم، من و شما الان جوانیم، بعداً من و شما پیر میشیم، سست میشیم. این سستی گناه نیست، این طبیعیه و من نعمره ننکسه فی الخلق. اما سستی دوم که خدا اون سستی رو دوست نداره، فلا تهنوا، منظور اینه که شما به خاطر عوامل بیرونی سست بشید. مثلا خدا درباره فرعون و قوم بنی اسرائیل میفرماید فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون اومد قوم خودش رو استخفاف کرد، بخوام با زبان امروز بگم کوچیکشون، سرزنششون کرد، تحقیرشون کرد، هی تو سرشون زد. خب اونام تو سریخور شدن. این خیلی بده. من اینجا یه مثال براتون بزنم. من واقعا اینجا میخوام از مقاومت جوانان لبنان و مردم فلسطین یادی بکنم. شما ببینید یه دوره اسرائیل همین کار رو انجام داد. این فرعون ادامه داره، شد رژیم صهیونیست. اینا اومدن هی توی مردم فلسطین، کرانه باختری و غزه هی استخفاف کردن. اینا مثلا میخواستن یه جایی برن، هی اومدن ایست بازرسی و هی تخفیف و هی چی میگن، یعنی برای همه امور روزمره زندگیشون دخالت کردن. آره. خب محتاج اونها بودن. جوانان حزب الله و جوانان حماس اومدن به صورت هیچ خشم طبیعی، چون اونها هی اذیت کردن، اومدن یه عملیات طوفان الاقصی رو انداختن. ببین سست نشدن در برابر این استخفاف، بلکه قیام کردن. و الان هم دوره مقاومت مجموعه جبهه مقاومت به خاطر همون قیامی که جوانان فلسطین انجام دادن. آیه دیگه هم خداوند متعال این موضوع رو بیان میکنه. مثلا دوره درباره فرعون و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم. خب توی دوره ای که فرعون داشت این همه جنایت میکرد، بنی اسرائیل سکوت کرده بود. این حضرت موسی بود که بنی اسرائیل رو به قیام بر علیه باطل و نجات از این همه فشار بیرونی راهنمایی کرد. کلا رهبران الهی اینجوری هستن. درست. همیشه رهبران الهی وقتی این صحنه رو میبینن که باطل داره به جبهه حق فشار میاره، مردم رو دعوت به مبارزه بر علیه باطل میکنن. میگن مردم اینجا جای سکوت نیست، اینجا جای صبر نیست. صبر یعنی مقاومت در برابر عواملی که مانع مقاومت میشه، عواملی که مانع جهاد میشه. ولی باید جهاد بکنید، باید مبارزه خستگی ناپذیر داشته باشید. صبر به معنای این که تو یه جای سست بشینی و بگی هر بلایی که دشمن سر من آورد، هر موشکی که تو سر من زد، من میشنم تحمل میکنم و میرم کز میکنم توی سوراخی تا به من آسیب نخوره. این نیست، این صبر نیست. صبر یعنی جهاد. یعنی تو وقتی که میخوای به دشمن موشک بزنی، طبیعتا مشکلاتی داره، همه مشکلات رو برطرف میکنی و حتما موشکی تو به سمت دشمن پرت میکنی. و اونم ممکنه که بر صورت بخواد عملیاتی انجام بده، برخوردی بکنه. اینورم ما باید آمادگی داشته باشیم. اینور همون هزینه هایی که در برابر مقاومت دشمن ما باید پرداخت بکنیم، اینم نوعی صبره. درست. شاید یه مقداری بالاخره باید انسان نسبت به بعضی از تفریحایی که گذشته داشت اون تفریحاشو کم بکنه. شاید یه مقداری بعضی از عواملی که توی رفاه و آسایش داشت اون عوامل دیگه نباشه. صبر نسبت به تحمل این از دست دادنها برای به دست آوردن ارزش‌های بالاتر. انشالله برای به دست آوردن این که یه روزی عالم صبح ما از خواب بلند بشیم ببینیم قده سرطانی دیگه تو عالم نیست. بیماری سرطان، استکبار و طاغوت و خلاصه ظلم تو عالم نیست.
آخ این میشه چه فرصت عالی، ما دوست داریم 1000 تا فرصت رو از دست بدیم تا همین یه دونه فرصت رو، یعنی نابودی ظالم اصلی رو به دست بیاریم. بله خیلی خوب، ممنونم از شما جای هدایت استفاده کردیم. حالا ما تو بخش بعدی بیشتر وارد بحث قیام سیدالشهدا و امام حسین خواهیم شد و ارتباط این آیات با قیام امام حسین علیه السلام رو بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. شاید اگر به دقت به قیام امام حسین علیه السلام نگاه بکنیم بتونیم به راحتی مصداق این آیه‌ای که در مورد صحبت کردیم ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون رو ببینیم. حالا در رأس این قیام وجود نازنین امام حسین علیه السلام و در کنار حضرت اعوان و انصار و یاران حضرت که واقعا نترسیدن، واقعا سست نشدن، تعدادشون کم بود اما با قدرت با قوت ایستادن و نهایتا نام امام حسین و قیام سیدالشهدا تا الان برای ما مونده. همچنان ما در خدمت آقای هدایت هستیم و در مورد این آیه و حالا میخوایم ارتباطش با قیام امام حسین بیشتر از شما بشنویم. ببینید اگر ما فضای کربلا رو تماشا بکنیم با یک سری سنت‌های مهم الهی آشنا میشیم. قاعده این سنت‌ها توی قرآن اومده. قرآن کتاب سنن الهیه. دائما ما رو با اون قواعدی که خدا توی عالم دست از اون قواعد بر نمیداره. دیدین بعضی از مثلا حکام میگن که آقا این خط قرمز منه، این دیگه قاعده اصلی حکومت منه. حکومت الهی یک سری سننی داره، یک سری قواعد داره. خدا از این قواعد دست بر نمیداره. این قواعد تغییر پذیر نیستن. به قول سعید مطهری رحمت الله علیه جزء سنن ثابته، جزء قواعد ثابت عالمه. یکی از اون قواعدی که تو کربلا خیلی تماشا میکنیم سنت الهی، این که تو تا مؤمن باشی خدا به تو کمک میکنه. رابطه بین ایمان ان تنصر الله ینصرکم، اگر تو در راه خدا قدم برداری خدا دست از سرت بر نمیداره، خدا تنها تو رو نمیذاره. و معکم، با شماست، کمکت میکنه. ان الله معی سیهدین، خدا با منه و او همیشه با ماست. وقتی که این اصحاب حضرت موسی گفتن که فرعون ما رو دیگه الان گرفت، انا لمدرکون، ما دیگه محاصره شدیم، حضرت موسی گفتش که نه خدا با ما، سیهدین، خدا ما رو به سمت نجات هدایت میکنه. پس این یه قاعده. توی این قاعده ما این حالت رو داریم، قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین. ما همیشه توی حالت خوشی هستیم، توی حالت نشاطی هستیم. چرا؟ باشیم داریم در راه خدا تلاش میکنیم، نباشیم تو این مسیر کشته بشیم بهترین جا رو داریم، بهترین فضا رو داریم. پس ما یا هستیم و پیروزیم یا نیستیم و شهیدیم. پس در هر صورت ما خیلی خوبیم، ما خیلی جامون خوبه. خوبیم از این جهت که به خدا متصل هستیم. هر موقع اتصالمون رو از خدا برداشتیم ما شکست خورده هستیم، چه باشیم چه نباشیم. بله. آیه دیگه هم سوره آل عمرانه و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله. همیشه مؤمنینی که اطراف انبیا بودن سست نمی شدن در ابتلاعات الهی، در سختی ها. و ما ضعفوا، یعنی هیچ وقت ضعیف نمی شدن. واقعا امروز همین که شما فرمودین اول برنامه، امروز ما اثبات کردیم کشوری که در راه خدا باشه قدرتمنده، مردمی که مؤمن باشن قدرتمندن،
به لطف خداوند متعال و خون شهدای ما انقلابی رو کردیم که به عالم اثبات کردیم ما مسلمانیم، ما واقعا تسلیم خدا هستیم. خدا میفرماید کسی تسلیم من باشه من هم تسلیم او هستم، من هم به او کمک میکنم. ازا خدا میفرماید که ربیون یعنی اون مؤمنین اطراف انبیا هیچ وقت سوس نمیشدن. نکته بعد که از این قاعده ما استفاده میکنیم که تو کربلام هست، از دست دادنها در فضای ایمان، در فضای اتصال به خدا، عین به دست آوردن گنج‌های عظیم و فرصت‌های عظیمه. میدونید مکتب امام حسین میشه مکتب شهدای ما. آقای عبارت قشنگی راجع به حاج قاسم داره. حاج قاسم ادامه اصحاب امام حسینه، ادامه یاران امام حسین در این زمانه. دعا بکنیم که هممون بتونیم جزو یاران امام حسین بشیم ان شاء الله. فلذا شد مکتب حاج قاسم. احسن، شد مکتب حاج قاسم. بعد آقا فرمودن چون این اتصال برقرار کرد به این صحنه، شهید حاج قاسم اثرش خیلی بیشتر از سردار قاسم سلیمانیه. خیلی موضوع مهمیه. جانش رو از دست داد اما آثارش رو، بودنش رو از دست نداد. ان شاءالله توی جلسه خواهیم گفتش که شهدا زندن و آثارشون توی این دنیا بیشتره. ببین از دست دادنها عین به دست آوردن فرصت هاست. مثال های خیلی گوناگونی هست. مرحوم آقای مطهری وقتی شهید شد تازه افکارش منتشر شد. خود امام حسین علیه السلام رو شهید مطهری میگه. شهید مطهری میفرماید که امام حسین علیه السلام با اصحابش وارد کربلا شدن، صحنه رو با خون خودش امضا کرد، صداش جهانی شد. اگر امام حسین اینجوری جانش رو در راه خدا نمیداد شاید صداش هم انقدر جهانی نمیشد، انقدر ماندگار نمیشد. پس از دست دادنها مساوی به دست آوردن فرصتهای خیلی زیادیه. امروز ایران عزیز ما شاید بعضی چیزا رو از دست داد، ما فرماندهانمون رو از دست دادیم، اما در مسیر یه فرصت بزرگ هستیم، اونم انشاءالله نابودی اون ظالمین اصلی عالم انشاءالله. سنت بعدی هم سنت علو الهیه. این هم یه سنتیه. خدا میگه من همیشه دست برترم، من همیشه بالاتر از حقیقت الهی دیگه دستی نیست. ببین بفهمیم که ما یه دشمنی داریم که به این خدایی که دست برتر کافره و ما به این خدا مؤمن هستیم. برای همینم خدا میفهمد انتم الاعلون، چون شما منو دارید اما اونا منو ندارن. این خیلی نکته مهمیه. یکی از اساتید ما میگفتش که بابا یقین داشته باشید ما پیروزیم. ببینم کجا خدا توی قرآن وعده داده که رژیم صهیونیست پیروزه، اما دائما خدا توی قرآن میفهمد الا ان حزب الله هم الغالبون والعاقبة للمتقین. بابا تو اگه تقوا داری، تو اگه تو گروه خدا هستی که ما الحمدلله به واسطه ایمانمون به خدا و اهل بیت و امروز رهبری ولایت فقیه قطعا تو جبهه حق هستیم، پس ما پیروزیم دیگه. از چی ترس داریم؟ به چی شک داریم؟ پس این سنت علو الهی هم طبق این قاعده است: جعل کلمة الذین کفروا سفلا. کفار همیشه پایینن، همیشه پستن، و کلمت الله هی العلیا. این دست برتر خدا همیشه تو عالم هست. این قاعده است. هیچ این قاعده تردید پذیر نیست، تغییر پذیر هم نیست. مثلا بگیم که یه روزی میشه که نستجیر بالله جبهه خدا پایین، جبهه کفار بالاست. هیچ وقت اینجور نیست. و بعدش هم خدا توی قرآن میفهمد نتیجه اتصال به این علو ذاتی، به این برتری من اینه: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. حالا که شما به من متصل شدین، در مسیر من مقاومت کردین، تلاش کردین، جهاد کردین، قطعاً خلافت و حکومت روی زمین مال شماست. دولت امام زمان انشاءالله ما یارانش هستیم انشاءالله. خیلی ممنون از شما حاج هدایت، استفاده کردیم. دوستان عزیز از شما ممنون و سپاسگزارم. دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و از حضور شما مرخص میشیم. یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه اشف صدر الحجه به ظهور الحجه. خدا نگهدار.